گروه صنعتی بزان واقع در خلیج حیفا بزرگترین و پیچیده‌ترین مجموعه انرژی رژیم صهیونیستی است. این پالایشگاه با ظرفیت پالایش 26600 تن نفت خام در روز که معادل 197000 بشکه میباشد، برخوردار از رتبه 9 در شاخص پیچیدگی نلسون و سازگار با استانداردهای سوخت یورووی، توانایی تولید گسترده‌ای از فرآورده‌های نفتی، پلیمری و آروماتیک دارد. تأسیسات مدرن آن در حوزه پالایش، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، بنزن، تولوئن و زایلین فعال هستند. بزان با در اختیار داشتن شرکت‌های تابعه‌ای چون کارمل اولفینز و گادیو، زنجیره‌ای کامل از تأمین، تولید و توزیع را شکل داده و حدود 70% محصولات آن در بازار داخلی اسرائیل و مابقی در منطقه شرق مدیترانه مصرف می‌شود. در 16 ژوئن 2025 بر اساس گزارش رویترز در پی حمله دقیق موشکی ایران و تخریب نیروگاه برق و بخار، تمام تأسیسات پالایشگاه بزان از مدار خارج شد و حداقل 3 کارمند نیز کشته شدند. این عملیات پاسخی راهبردی و بازدارنده به اقدامات تجاوزکارانه تل‌آویو بود که باعث خارج شدن چرخه تولید پالایش نفت در این مجموعه و خسارت تقریبی حدود 154 میلیون دلاری شد.